این طیاره از فرودگاه کوشه لاینینگ جمهوری مردمی چین به فرودگاه بین المللی خوجند فرود آمد. این اولین خطسیر از فرودگاه مذکور است. فرودگاه کوشه لاینینگ جمهوری مردمی چین در ناحیه خودمختار کشگر مضافات سینزن اویغور جمهوری مردمی چین جایگیر است. از این پس از آن منطقه دوام یک هفته 2 مرتبه خطسیر کشگر خوجند تشکیل کرده می شود. وقتی پرواز همگی 1.5 ساعت بوده به مسافران در این سمت شرکت هواپیمایی چندو ایرلاینز خدمت رسانی می نماید. این تصمیم و تشکیل خطسیر نو با اقدام رهبریت جمعیت سهامی گشاده فرودگاه بین المللی خوجند راه اندازی گردید تا همکاری ها با شرکت اویاسیونی خارجی گسترش داده شود و خطسیرهای هوایی بیشتر گردد. من بعد مسافران می توانند پس از پرواز به شهر کشگر به دیگر منطقه های جمهوری مردمی چین با خرج کم توسط همه نماد نقلیات سفر نمایند. برای تمام کارمندان فرودگاه بین‌المللی خوجند یک روز خرسندی است، برای اینکه با تشبث رهبریت فرودگاه بین‌المللی خوجند و در همکاری با شرکت هواپیمایی جمهوری مردمی چین چندو ایرلاینز امروز اولین خطسیر سمت خوجند قشقر اجرا کرده می شود و برای همین هم این خطسیر در فضای تنتنوی یک محیط ایدانه آغاز گردیده ایستاده است. جمهوری مردمی چین از فرودگاه بین‌المللی خوجند خطسیرها از جانب دیگر شرکت‌های هواپیمایی اجرا کرده می‌شوند، لیکن این اولین اقدامی که با تشبث خود رهبریت فرودگاه بین‌المللی خوجند و در همکاری با شرکت هواپیمایی چندو ایرلاینز راه اندازی شده است با اون مقصد که این بسیار با خرج کمی راهگیرا می‌توانند به جمهوری مردمی چین شهروندان توریستان رفت و آمد کنند. نخستین پرواز خطسیر کشی خوجند کشگر امروز سنه 7 ایون انجام داده شد. مسافران و هیئت راهبری کننده را رهبریت و کارمندان فرودگاه بین المللی خوجند استقبال نمودند تا همکاری ها به طور ضروری به راه مانده شده رشد یابد. مسئولین شرکت هواپیمایی کشوری مردمی چین از همکاری سخن کرده به راه ماندن خطسیر نو را برای رشد ساحه سیاحی و مناسبت های دوستانه تاجیکستان و چین مفید ارزیابی نمودند. 航班继续长期以往的飞下去，我们中台的友谊更会地久天长。 نویمن شیان ما از شرکت چندو ایرلاینز هستیم. باری اول به خوجند اومدیم. از همکاری خرسند هستیم. حرکت میکنیم که آینده نیز همکاری را جانک نموده خطسیرهای نو را تشکیل خواهیم کرد. باور داریم که تاجیکستان و چین مناسبت‌های دوستانه را باز هم دوام داده در ساحه اقتصادیات و سیاحی این دو کشور سهم گذاریم. از مهمان‌نوازی تاجیکستانیان و تاجیکان خوشحال هستیم و مردم این کشور را به چین دعوت میکنیم تا از فرهنگ و مدنیت ما نیز آگاه باشند. از همکاری شاد هستم. هدف از تشکیل و برقرار نمودن خطسیرها این برابر رشد ساحه اویاسیا در کشور وسیع نمودن امکانیت و پرزور کردن فعالیت می باشد. زیرا حالا در فرودگاه بین المللی خوجند امکانیتی وسیع موجود می باشد که خدمت رسانی ها در این سمت در سطح بین المللی به راه مانده شده است. در جهان خیلی که میدونیم خطسیرها جغرافی خطسیرها زیاد شده ایستاده است. به همین خاطر من در ولایت سوخت حاضر همگی تو با امروز 5 شرکت بود، 5 شرکتی بین الخلقی، یک شرکتی محلی پروازهای خود را انجام میداد. من همین روز ششم شرکت ما پروازش از سمت خوجند به کشی از جمهوری مردمی خیتوی من از کشی به خوجند، از خوجند به کشی تأسیس داده چی کردیم به انجام رسونده. من حاضر خطسیرها پروازشون سر کردن. امروز یکمین خطسیر می باشد. از خوجند با همین 6 شرکت بین المللی که می باشد ما با سمت بسیاری قریب 90% به سمت فدراسیای روسیه پرواز میکند. من حاضر شرکتی محلی خودمون سامونیر به سمت استانبول، به سمت جده، به سمت ارومچی، به سمت دوبای خطسیر خودش تشکیل کردن. انا خطسیری که حاضر من همین شرکتی چندو اجرا میکند در یک هفته 2 بار میباشد از خوجند و کرشی انجام میشود.
ёдовар мешавем ки фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд соли 2023 ба беш аз 1 миллион нафар мусофир хизматрасонӣ карда буд. ҳадафи асосии фурудгоҳ ин баландбардоштани устувории молиявӣ, самаранокии иқтисодиёти фаъолияти корхона, таъмини мунтазам ва бехатарии парвозҳо ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.